در دوره آمادگی‌ها به جشن سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انفراستراکچور موضع گرمچشمه ناحیه اشکاشم به مراتب بهتر گردیده است. اما سالا نقطه‌های تبابتی مخالجوی و هاپای شفابخش این محل از نوسازی گردیده در اختیار سیاحان و مهمانان قرار داده می شود. امروز نیز مهمانان زیاد در شهر و نواحی جمهوری و خارج کشور در این استراحتگاه به تبابت و دمگیری فرا گرفته شدند. برای استراحت کنندگان تمام شرایط‌های معیشی مهیا کرده شده است. در زمان استقلال گیریم تماما دههای ما گیریم تماما همین گرمچشمه سیمای خود را دگرگون کرده است. اگر ما نگاه کنیم در مدت 30 سال چنان زیبا و بانمود گشته است که یک دهه خرد گرمچشمه به یک شهرک تبدیل یافته است. اگر در زمان پیش گیریم خانه های شیفرپوش به شمار بودند، امروز ما یگان ساکن دهه را به خانه تنوکپوش تصور کردن نمیتونیم. همه این نشان آبادی گیریم آسایشی و تینجی و سروی پری زمانه است. و من که خود کم کم شعر نیز انشا میکنم، میخوام درباره همین گرمچشمه شعرک قرائت نمایم. از دل تیپه همیشه سفید میزند آب گرم فواره، جوششش قلب را به جوش آرد روز شبا روانه همواره. از دل تیپه می جهد بیرون یک به سوی سما نموده نظر، می کند باز بر زمین تعظیم همچو فرزند نیک بر مادر. بهر درمان درد بیماران چون طبیبان بتن خلعت سفید، دردمندان همه به این درگاه می بیایند و می رسند به امید. با اعلان گردیدن سال 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انفراستراکچور استراحتگاه گرمچشمه ناحیه اشکاشم بهتر گردیده شرایط برای تبابت و فراغت مشتریان مهیا شده است. در این نقطه شفابخشی بغیر از طبیبان اینچنین در موسم جلب مشتریان به استراحتگاه تعداد زیادی ساکنان محلی نیز به کار جلب کرده می شوند. بعد از سال 2000 از سال 2008 این طرف راستی گپ همین اماراتایی که انا دیده استودید همش عینوسازی کرده شدند برای بیماران میمانان شرایطهای دمگیری و تبابت بسیار به حقیقتا در حقیقت جوابگو می باشند. تعداد تبابگیری بیماران که به گرمچشمه ما می آیند در دوره یعنی سال دوم است که بیماری کرونا کووید 19 اوج اصلی دارد. با طریق کمشوی مشاهده کرده می شود. بیمارخانه استراحتی تبابتی گرمچشمه اصلا با کسلای پوست از قبیل پسریاز، اگزیما، اسکلرودرمیا، اختیاس، بعد با کسلی با بیماری دل و رگ‌های خونگرد، عضوهای تکیه‌گاه و حرکت، کسل‌های اورولوژی، بیماری‌های جنس‌های زنانه شهرت خود را یافته است. بیماری‌ها از همه گوشه‌های کنار تاجیکستان خودمان از آذربایجان، ترکمنستان آمده بودند، ازبکستان خود این سال 10 کس 15 کس تبابت گرفتند. با ادرس روسیه بسیارتر آمده ایستادند. شهروندانی که از شهر دوشنبه و دیگر ناحیه‌های جمهوری برای تبابت به این استراحتگاه آمده‌اند رضامند هستند که از شفابخشی چشمه‌های گرم ناحیه اشکاشم بهره برداشته ایستادند. ما روز دوم است که در کوهستان بدخشان قرار داریم و امروز نیت کردیم که از چشمه مصفایی که با نام گرم چشمه در سراسر جمهوری و بیرون از آن مشهور است دیدن کرده باشیم و حالا در این گرم چشمه، در این چشمه مصفا که میبینیم تمام ساکنانی که نیاز دارن برای برقرار نمودن سلامتی خود امروز در این تبابتگاه خود را معالجه میکنن، تبابت میکنن و تمام شرایط ها برای اون نفرانی که در این چشمه، در این گرم چشمه بزرگی و تبابت فرا گرفته شدن تمام شرایط ها مهیا است.
تعداد اساسی طبابت گیرندگان را اساساً مسکونان مناطق گوناگون جمهوری و میهمانان و سیاحان تشکیل میدهند. به دلیل سردی حرارت هوا در فصل تیر ماه و زمستان بیشتر میزاجان در فصل بهار و تابستان از معالجه و طبابت در این مکانی درمان بخش برخوردار میگردند. من همچون از ناحیه فیض‌آباد برای طبابت و همین آسایشگاه آمدیم. بسیار ماده محقول شد. حد منظره زیبا، همین شرایط هاست مهیا، جای خواب، آشخانه همه مهیا به ما همشه تامین میکنن. ما از جناب عالی برای این خدمت‌هایش، برای این طبابت‌هایی که در اینجا به ما مهیا کرده است بسیار مننتداری بیان میکنیم. در استراحتگاه گرمچشمه سال سال شرایط برای طبابت و استراحت بهتر گردیده. امید است که بعد پوره برخوردار شدن اهالی داخلی و خارجی کشور با واکسن ضد بیماری کووید 19 تعداد میزاجان به مراتب افزایش خواهد یافت.